انسان بخشنده اول به ضعیف ها کمک میکنه. به خدا انسان نیکوکاری هستی و دعای پیامبر مستجاب خواهد شد. کیستی ای جوان بخشنده؟ عمر ابن خطاب. نمیشد اجازه بگیرم چون قلدر در اسلام نیز ضعیف نخواهم. جدا میکنم حق و باطل را، همون گونه که خداوند جدا کرد میان شب و روز. مکه بعد از اسلام عمر دیگر مکه قبلی نیست. عمر، علی پسرم و محبوب و عزیز رسول خدا، به من تبریک نمیگویید؟ با ام کلثوم دختر علی ازدواج. وصلتی بس نیک است. عمر ابن خطاب. مرا معذور دار ابابکر، من این سمت را نمیخواهم. اگر به آن مایل بودی به تو نمی سپردم.